این دیگ‌های چدنی بسته به خواستمون، ظرفیتمون قابل کوچیک و بزرگ شدنه. ببینید الان این دیگ چند پره است؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پره. هر کدوم از این ابعاد پره توی کاتالوگ سازندش تعریف شده که چقدر حرارت آب رو میتونه به خودش بگیره. به عنوان مثال این یه چیزی نزدیک به حدوداً مثلا 10 لیتر آب رو که میتونه تحمل بکنه و حجم 10 لیتر آب رو درش قرار بگیره، چه مقدار من میتونم گرمش بکنم. به عنوان مثال هر کدوم از اینا ممکنه 35,000 کیلو کالری بتونه آب رو گرمش بکنه. پس اگر هر کدوم از این پره ها 35,000 کیلو کالری باشد، به تعداد اینهایی که الان ما داریم یعنی 8 پره میشه 8 تا 35,000 کیلو کالری میتونه آب رو برای ما گرم بکنه. اگر زیادتر بخوایم اینو باز میکنیم یکی دیگه اضافه میکنیم، اگر کمتر بخوایم اینو باز میکنیم یکی حذف میکنیم و یکی دیگه بهش اضافه میکنیم. و اما از نوع دیگه به حضورتون عرض کنم این هم دارای 3 تا مجرا که یکیش برای ترموستات استفاده میشه، یکی برای ترمومتر استفاده میشه، یکی برای منبع انبساط. میتونیم منبع انبساط رو کاتالوگ بگیریم ولی به روی کالکتور بگیریم، ولی معمولش اینه که مستقیما ما روی دیگ بگیریم که کوچکترین تنشی برش وارد نشه. مثلا اگر کالکتور مشکلی براش پیش اومد میخواستیم دمونتاژ بکنیم یا هر برنامه‌ای داشته باشیم روی سیستم منبع انبساطمون تأثیری نداشته باشه، مستقیما این به اونجا وصل شده باشه. پس دوستان میتونه یکیش ترموستات باشه که مشعل رو روشن و خاموش بکنه، به حضورتون عرض کنم یکیش ترمومتر باشه، یکیش فشار سنج باشه یا یکیش حتی منبع انبساط باشه. و اما بریم سراغ قسمت ورودی دیگ. بریم اینجا دوستان این قسمت رو نگاه بکنید. به حضور دوستان عزیزم بگم که اینجا محل نصب مشعله. آتش وارد این محوطه میشه و بعد از طریق مجراهایی که داره توی این دیگ پخش میشه، باعث میشه داخل این دیگ دما بره بالا، آب که دور این قطعات هستش باعث میشه آب گرم بشه. حالا شکل داخل این پروانه ها چجوریه؟ پره ها چگونه؟ الان میریم یه نمونه باز شدهش نشونتون میدم که ببینید شکل این پره. بعد به من بگید اینو از چه خانواده‌ای حساب میکنید؟ فایر تیوب یا واتر تیوب؟ میخوام اینو ازتون من بپرسم. خب پس این هم به همین صورت که مشعل به این صورت حرکت میکنه. حالا باید داخل اینجا رو ببینیم که آتش توی اینجا چجوری حرکت میکنه. دودکش اینجا هست. بیاید اینجا نگاه کنید. بله این قاب متعلق به دودکشه، این قاب متعلق به دودکشه، یعنی دودها از در آخر میاد از اینجا رد میشن و میرن بیرون. از در آخر وقتی که این قاب نصب شد، این کف اینجا رو نصب کردیم، دودها از اینجا میان بیرون. خب حالا میبینید این نمونهشو ما توی دانشگاه جامی داریم. حالا ببینید مسیر حرکت آتشش به چه صورت این ورودی بالا خروجیه. بله همیشه یه قانون در مکانیک سیالات، سیال سرد را چه به تجهیز بدهی چه از تجهیز بگیری، قسمت پایین. سیال گرم را چه به تجهیز بدهی چه از تجهیز بگیری، از قسمت بالا. آب گرمکن خانگیتون رو در نظر، آب گرمکن مخزنی رو در نظر بگیرید. آب گرم از کدوم قسمت میاد بیرون؟ بالا. قسمت بالا. آب سرد کدوم قسمت میره داخل؟ قسمت پایین. پس سیال سرد رو چه به تجهیز بدی چه از تجهیز بگیری، قسمت پایین ترین والو. و سیال گرم رو هم به همین صورت. خدمت تذکرات دارم. این هم بله اون قسمتش جلویش، اون قسمتی که میخواد نصب بشه اگه نداشته باشه مشعل داره. بله مشعل داره، اونم سر گلاسری شیشه رویه. نگاه کنید اینها. این میخواد بشوریش این پیچا رو باز میکنن، اینو در میارن توش تمیز میکنن، دوده هاش رو میگیرن.
بله این درپوشان به هر حال خیلی کاربرد داره. مثلا تو میخوای اینو جمعش بکنی، این دیگه میخوای جمع بکنی، با چی جمعش میکنه؟ یکی از رو مسیر حرکت از این قسمت، یکی از اون قسمت، یکی استفاده از دریچه باز شده که مثلا دیگه جمعش کنن، این حرف قارب مسئله استفاده محلا داره بشه. ولی این بوشان رو استفاده زیادی میشه ازش بکنیم، این نیست که بدون استفاده هم باشه. میخوای بریم طرح باز شدهش ببینید تا بریم دیگه سوم هم ببینیم، بعد بریم سراغ پمپ هم یه آموزش روی پمپ، چون پمپ جزو قسمت‌های مشترک در تهویه مسئولیت و دوره. خب